السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، شخصانی که در شهر سن پتربورگین، جزاکم الله خیر برای مهمانداریتون، برای مهمان نوازیتون. الحمدلله که طول 3-4 روز در شهر سن پتربورگ بودیم با همراه برادران. خوش به حال برادران یوانی و خوش به حال برادرانی که بیمار بودن. الحمدلله جناشون که برآمدن. الله سبحانه و تعالی جمله مسلمانانی که بیمار بودن و بیمار هستند، الله اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. خداوند هیچ وقت یگان جای شما درد نبینه، یگان مسلمان درد رنج غم نبینه. از الله سبحانه و تعالی تمنا داریم که خداوند تمام غریب هایی که در شهر مسکو هستند، سن پتربورگ، در هر کره زمینی که هستند، خداوند اونها را نگهبان باشه. خداوند رزق حلال نصیبشون بگردانه. هر کجایی که باشین طلب کنین که اللهم رزقنا رزقا حلالا طیبا. خداوند برای ما رزق حلال و پاک را نصیب بگردان. و هر کجایی که باشین یعنی به ذکر یاد الله باشین، از نماز دور نباشین. که بسیاری برادران اومدن، اکثریتشون بعضی هاش سحر کردن، بعضی هاش جین دارن از سبب بی نمازی های. بعضی ها سحر میکنن موین داراشون، یانگو هاشون. همون هر شخصی که سحر میکنین پیش همون شخصایی که میرین که برای شما طلب میکنن مرغ سیاه یا اینکه صورت پدر مادر، نام نسب پدر مادرش میگن میپرسن، پیش همونها عموما رفتن درست نیست طبق اسلام. با اون خاطر برادران عزیز خودتان احتیاط کنین. هر کجایی که یگان جا میشینین که جای شبهناکه، که یگان برادرت که با همراش بیزنس که استی یگان دعوتی خوبت میکنه، هر کجای رفتی پیش از آنی که طعام میخوری بسم الله گفته، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. همین دعا را پیش از طعام خوردن بخون، ان شاء الله که سحر جادو تاثیرت نمیکنه. بعضی برادران مثال میخونی بیچاره کلوچ میپرتاین، کلوچ میپرتاین، وقتی میپرتاین کلوچ، بعضیش سوزن میپرتاین، رشته، مو و دیگر چیزها. با همون خاطر هر کجایی که باشین به ذکر یاد عبادت الله باشین. که الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی میفرماید که این ظن عبد بی و انا معه حین یذکرنی. میگه گمانی بنده نزد من هست هر وقت که او من ذکر میکنه، ما با همراه او هستم. فین ذکرنی فی نفسی، اگر میگه او به تنهایی من یاد بکنه، منم او را به تنهایی یاد میکنم. الله سبحانه و تعالی میگه فین ذکرنی فی ملئ ذکرت فی ملئ خیر من. میگه اگر او مرا در یک جماعت یاد کنه، ما او را در جماعت یاد میکنیم که از جماعت او بهتر و اولاتره. با همون خاطر دوستان عزیز کجایی که باشین به ذکر یاد الله دلهای ما و شما آرام میگیرن. که الله سبحانه و تعالی میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلهای شما آرام نمیگیرن به ذکر یاد عبادت الله؟ البته وقتی که الله را ما عبادت میکنیم، که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن يراه فإنه يراك. عبادت کن چونین الله سبحانه و تعالی را که الله را میبینی، و اگرچه الله سبحانه و تعالی را ندیدی، الله سبحانه و تعالی یقین است که تو را میبینه. و مخاطر وقتی که نماز میخوانین با خشوع و با خضوع بخوانین که ترس خدا در دل ما و شما باشه. خداوند هر یکی ما و شما را یعنی به مثل حضرت ابوبکر، عمر و عثمان و علی بگردانه، تو اینکه وقتی که در نماز هستیم یگان چی بجوز آنه که عبادت نباشه. که حسن البصری رحمت الله علیه میفرماید تفقدوا الحلاوة في 3 الاشیاء. میگوید که شما جستجو کنین حلاوت را، لذت را، شیرینی را در 3 چیز. یکمش نماز. وقتی که نماز خوانده انسان، نماز که خوان باید آرامیش در خودش حس کنه، لذت، راحت، کیفیت باید حس کنه. یکمش در نماز است. دیگه‌مش در ذکر یاد خداوند. وقتی که ذکر من سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، که پیغمبر خدا میگه افضل الذکر لا اله الا الله.
لا اله الا الله، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ذکرها بسیار هستند. لا حول ولا قوة الا بالله. سال دعاها و ذکرها رو باید ما و شما بسیار باید بکنیم. و سیمش فی تلاوت القرآن، یعنی در تلاوت قرآن باید ما و شما یعنی لذت ببریم. چنان که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ورتل القرآن ترتیلا، یعنی شما قرآن را تلاوت بکنین به تمام نازکیاش، که چنان تلاوت کنین که مثل که اون صحابی قرآن را تلاوت میکرد ملائکه جمع می اومدن. یعنی در دیگه حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها، یعنی شما هر یک حرفی که از تلاوت قرآن تلاوت میکنین در نامه اعمال شما یک حسنه مینویسن و یک حسنه به 10 مبدل میگیره. نگی پیغمبر خدا میگه نمیگیم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف شم حرف است و لام شم حرف است و میم شم حرف است. کسی که الف لام میم گفت 30 ثواب در نامه اعمال اون نوشته میشه. و نیز در دیگه حدیثش پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه، قرآن را شما تلاوت بکنین بدرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگری ما و شما می باشد. یعنی یکمش چی بود؟ حسن البصری میگه که یعنی در سه چیز جستجو کنین شما لذت را، یکمش نماز بود، دیومش ذکر بود، سومش تلاوت قرآن. اما متاسفانه ما نماز میخونیم نمیدونیم که چه خیلی نماز خونده ایم و برای چه خونده ایم، چگونه نماز خونده ایم. و دومش ذکر نمیدونیم که چگونه ذکر کنیم بعضی همون. و سومش تلاوت قرآن رو خوانده نمیتونیم. حسن البصری رحمت الله علیه میگه که شخصانی که میدونن و میکنن همین چیزا اگر که در همین سه چیز لذت را پیدا نکردن فإن باب مغلق، بدرسی که باب رحمت از جانب الله محکم شده است. وای به حال ما و شما که باب رحمت از جانب الله سبحانه و تعالی برای ما و شما محکم شده باشه. با اون خاطر دوستان عزیز، دعا خودش یک عبادت است. الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده. دعا این خودش عبادت است، دعا مغز عبادت است. با اون خاطر دوستان عزیز، هر کجایی که نباشین، برای غریبان، برای مسافران، برای برادرانی که بیمار هستند، برای برادرانی که بیماری کرونا ویروس، بیماری روحی هستند، برای برادرانی که از دنیا گذشتند از سبب کرونا ویروس، بسیار برادران زنگ میزنن بچه‌ها یوش هستند، میگه شون قری دعا کنید در حق ما که ما کسلی بیماری کرونا ویروس شده هستیم. از همتان خواهش که دعا کنین که الله سبحانه و تعالی یگان جمله مسلمانان به این بیماری مبتلا نگردانه. و هم خاطر با دعا باشین، خداوند هر یکی ما و شما را توفیق بندگی را عطا فرمایه و برای راست هدایت میکنه. باقی در امان الله باشین. ان شاء الله که ما سفر به دیگه شهر داریم، باقی در امان الله نخی ما دعا باشین که سخت سلامت به جا مکان برسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران یوانی، خداوند نگهبانتان باشه.